وقت بخیر، خوش اومدید به جلسه دوم دوره پیشرفته مارکت میکر. مدلی که داریم میبینیم مدل مارکت میکر سل مدل هست. تو این مدل الگوریتم سعی داره قیمت رو اول ببره بالا، خودشو برسونه به نواحی تایم فریم بالاتر و بعد ریزش با هدف زدن نقدینگی هایی که تو مسیر بالا رفتنش ساخته. پس در ابتدا الگوریتم میاد حرکتی به سمت بالا رو در قالب یک برنامه خرید بای پروگرام اجرا میکنه و بعد از اون برنامه ریزشش در قالب سل پروگرام استارت میخوره. این جلسه میخوام مفصلا در مورد کانسالیدیشن صحبت کنم که این ناحیه میشه این قسمت. در واقع الگوریتم قیمت رو داخل یک ناحیه رنج حفظ میکنه. به چه منظور؟ برای ساختن نقدینگی. نقدینگی چیه؟ نقدینگی میشه استاپ لاس تریدرها. تریدرهایی که توی یک ناحیه رنج موقعی که به بالا برسه شورت میگیرن و استاپشون رو میذارن بالای این نواحی، و تریدرهایی که کف این کانال، کف این ناحیه رنج پوزیشن لانگ میگیرن و SL خودشون رو میذارن اینجا. دیگه میدونین که استاپ پوزیشن های لانگ پوزیشن های سل هست و استاپ لاس پوزیشن های شورت پوزیشن های لانگ. پس استاپ تریدرها، ریتیل تریدرها در قالب سل استاپ و بای استاپ بالای یک ناحیه رنج ساخته میشه و اصلا هدف الگوریتم همینه که تریدرها رو بیاره، تشویقشون بکنه که داخل یک ناحیه رنج پوزیشن بگیرن و استاپ لاس درست کنن. اتفاقی که میفته الگوریتم میاد اتک میزنه به سل استاپ ها، استاپ پوزیشن های لانگ. هدفش چیه؟ یکی اینکه هم نقدینگی این زیر رو جمع کنه و هم اینکه خودشو برسونه به یک ناحیه تایم بالاتر. حالا الزامی نیست تایم بالاتر باشه، میتونه تو همون تایم فریم باشه. اگه تایم 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، هر تایم فریمی که هستین، این میتونه یک آرایه، در واقع یک ناحیه از نواحی پریمیوم دیسکانت باشه. میتونه FVG باشه، میتونه اوردر بلاک باشه، ریجکشن باشه و هر چیز دیگه. هدف اینه. دو تا هدف رو الگوریتم دنبال میکنه از ساخت ناحیه رنج. یکی اتک به لیکویدیتی و جمع کردن استاپ لاس یه سری از تریدرها و هدف دیگه رسوندن خودش به ناحیه تایم بالاتر یا همون تایم فریم. تو حالت دیگه هم هستش که در کل که این حالت شماتیکه، هیچ حالت ایدئالی وجود نداره. حالا آخر این جلسه چند تا نمونه ریل توی چارت هم با هم دیگه مرور میکنیم ناحیه کانسالیدیشنشو و میبینیم که هیچ الزامی نیست به این خوشگلی باشه، خیلی پیچیده تر از اینه، ولی این واسه اینه که شماتیک رو بتونیم درک کنیم که بعد بتونیم پیچیدگی چارت هم به چشممون آشنا بیاد. بعد یه مدت تمرین کردن بتونیم ببینیم این نواحی رو. در یه حالت دیگه قبل از اینکه الگوریتم بیاد و به ناحیه سل ساید و ناحیه تایم بالامون حمله کنه و در واقع رید بزنه و بیاد اون نواحی رو کلیر کنه، میتونه بیاد استاپ لاس بالای ناحیه بای استاپمون، در واقع پوزیشن های شورت و استاپشون رو بیاد تو این ناحیه بزنه، فعالشون بکنه، بعد بیاد به ناحیه پایین تر. پس دو حالت داشت. یه حالت این که بای استاپ سالم بمونه، بیاد پایین، سل استاپ ها رو بزنه، بعد اکسپنشنش رو شروع کنه، یا توی یه حالت دیگه قبل از اینکه بیاد پایین ناحیه بای استاپ رو کلیر کنه و بعد بیاد حرکت خودش رو شروع بکنه. ما واسه پیدا کردن کانسالیدیشن بعد از اینکه قیمت اومد سل استاپ ها رو زد و خودش رو رسون به ناحیه بالاتر، واسه اینکه بتونیم تشخیص بدیم باید دنبال مجموعی از کندل ها باشیم که یا کف یا بادی های برابر دارن یا شادو های برابر داشته باشن. یعنی ما بتونیم تشخیص بدیم که قیمت داره این پایین استاپ درست میکنه که بعد از اینکه حرکتش رو آغاز کرد و رفت بالا، در برگشت بتونه بیاد اینها رو بزنه. پس ما باید یا دنبال بادی های برابر بگردیم این پایین یا شادو های برابر، خیلی فرقی نمیکنه، مهم دیدن یک ناحیه رنجه. و در مدل بای مدل که این الگو باشه،
هدف الگوریتم پایین آوردن قیمت. ابتدا هدف کلیش اینه که قیمت رو ببره بالا با این مدل دیگه، این که هدف نهاییشه. ولی قبل از اینکه هدف اصلی رو اجرا بکنه، کانسالیدیشن این ناحیه که الان توضیح میدیم، ناحیه رنج رو میسازه، سل پروگرام خودش رو میرسونه به ناحیه تایم بالاتر یا همون تایم فریم، فرقی نمیکنه، و بعد در قالب برنامه بای پروگرامش میاد نواحی بالای کانسالیدیشن رو میزنه و حتی میتونه بالاتر هم بره. شکل ساده و شماتیک کانسالیدیشن در الگوی مارکت میکر بای مدل دقیقا مثل سل مدل. الگوریتم هدفش از ساخت یک ناحیه رنج و گیر انداختن قیمت توی یک ناحیه بسته چیه؟ اینه که بتونه استاپ لاس و لیکویدیتی درست بکنه در پایین و بالای ناحیه کانسالیدیشنش، و هدف زدن بای استاپ ها، رسیدن به ناحیه تایم فریم بالاتر یا همون تایم فریم. و دوباره میگم این ناحیه میتونه هر چیزی باشه، میتونه اوردر بلاک باشه، میتونه ریجکشن بلاک باشه، میتونه FVG باشه، هر چیزی میتونه باشه. خودشو برسونه به ناحیه تایم فریم بالاتر یا همون تایم فریم، استاپ پوزیشن های شورت رو بزنه و بعد حرکت رو به پایینش رو شروع بکنه. در حالت هایی هم میتونه قبل از اینکه با استاپ رو بزنه یه حرکت رو به پایین سل استاپ رو بزنه و بعد الگوریتم قیمت رو ببره بالاتر برای زدن با استاپ ها و حرکت رو به پایین. برای پیدا کردن کانسالیدیشن تو این مدل باید دنبال چی باشیم؟ بادی های برابر کندل ها یا شادو های برابر. یعنی یک ناحیه رو ببینیم که قیمت داره توش رنج میزنه و بالای ناحیه داره استاپ درست میکنه، سقف‌های نرم و برابر درست میکنه. یعنی ممکنه یه سقف اینجا زده باشه، یه سقف دیگه اینجا زده باشه، سقف‌های برابر داره درست میکنه، مشخصه که بالاش لیکویدیتیه و اینجوری میتونیم کانسالیدیشنمون رو پیدا بکنیم. مثال زنده چارت طلا هست. ببینید این که میگم به زیبایی حالت شماتیکمون نیست، این یک الگوی مارکت میکر بای مدل هست. الگوریتم هدفش اینه که قیمت رو به نواحی بالاتر برسونه که این نواحی میتونه باشه. داره چی کار میکنه؟ اومده تو این ناحیه، کل این ناحیه کانسالیدیشن هست، تو کل این ناحیه داره رنج میزنه. میبینین اصلا ترتمیز نیست، پایین و چند دفعه زده بعد رفته بالا، ولی در ترکیب با تایم این الگو تو تایم فریم لندن داره تشکیل میشه، لندن سشن. کانسالیدیشن انجام شده، سل پروگرام رسیدن به نواحی همون تایم فریم، ولی در کل اینه که تایم بالاتره دیگه، نیو دیلی اوپنینگ گپ. و بعد استارت بای پروگرام با هدف خوردن این نقدینگی ها و این نقدینگی ها. خیلی از کسایی که سبکای مختلف کار میکنن، نمیدونم مثلا RTM یا ساپلای اند دیمند، خیلی ها توی این ریزش در برگشت میگن این دراپ بیس دراپ، برگشت به اینو بگیریم. خیلی ها میگن نه این افتیار، برگشت به اینو بگیریم. نه، قرار نیست هیچ کدوم از اینا تبدیل به پوزیشن بشه. موقعی که یک برنامه بای پروگرام یا سل پروگرام آغاز میشه، به محض این که تموم میشه و برنامه بعدی شروع میشه، هیچ اهمیتی نداره دیگه چند نفر، چند تا کله گنده، چه حجم پولی دارن سل میزنن و وارد پوزیشن شورت میشن. الگوریتم هیچ اهمیتی نمیده، فقط یک کانترکت، یک لات حجم لازمه تا این برنامه اجرا بشه و دیگه هیچ چیزی جلودارش نیست. این وسط هیچ قولی نمیتونه جلوی این حرکت رو بگیره و نقدینگی بالا هانت میشه و قیمت در لول های بالاتر تحویل داده میشه. یه مثال دیگر رو ببینیم. دوباره چارت طلا، ناحیه کانسالیدیشن، پاک کنم که ببینیم.
یک دفعه پایین، بالا، ریزش، سل پروگرام، رسیدن به نواحی همون تایم فریم و بعد استارت بای پروگرام. این یک مدل مارکت میکر بای مدل هست و نقدینگی این بالا خورده و کار انجام شد. یه مثال دیگر رو ببینیم. کانسالیدیشن قیمت خودش رو رسونده به این ورژن FVG همون تایم فریم، تایم 1 دقیقه و بعد سل پروگرام شروع شده با هدف رسیدن به نواحی مهم همون تایم فریم. یعنی برای من همون تایم فریمه، ولی این میتونه ناحیه تایم بالاتر هم باشه. و میبینید که لگ نزولی تکمیل شده و بعد حرکت صعودی. جلسه بعد بیشتر در مورد کانسالیدیشن صحبت میکنم، ارتباطش با نواحی اکسپنشن و ریورسال هم توضیح میدم. ممنون از توجهتون.